ببین طلا یه تیکه فلزه، هیچ سودی برات نداره، یه گوشه خاک میخوره. پول توی بانک عین یخ توی آفتاب میمونه، کم کم آب میشه، ولی طلا همیشه طلاست. ببین اگه طلا خوب بود این همه ثروتمندای دنیا نمیرفتن کارخونه و نمیدونم تو سهام پولشون رو بخورن، هی میرفتن طلا میگرفتن. خب خوب نیست دیگه. تورم اسکناس رو میخوره ولی طلا روز به روز گرونتر میشه. با طلا نمیتونی فرصت‌های جدید بسازی، ولی اگه پولتو بذاری تو کسب و کار پول چند برابر میشه. وقتی بازار ریزش میکنه تنها چیزی که ارزش خودش حفظ میکنه طلاه. آقا فکر کن الان طلا ریخت، هیچ کاری از دستت برنمیاد، ولی اگه پول توی زمین و خونه و ملک و اینجور چیزا باشه میدونی تهش چیزی دستت داری. ببین از نظر من امنیت مالی یعنی که همیشه طلا رو داشته باشی. وقتی بازار بالا پایین میشه تنها چیزی که ارزش خودش حفظ میکنه طلاه. اگه طلا اینجا داره گرون میشه کار خودشونه. طلا یه سرمایه جهانیه. موقعی که گرون میشه فقط تو کشور خودمون گرون نمیشه، تو کل جهان گرون میشه. ببین بیزینسمن واقعی اونیه که با پولش کار کنه، نه بره هی طلا بخره پولشو زندانی کنه یه گوشه. خرج زندگی تو با درآمدت بده ولی آینده‌تو با طلات بساز.